درود به کل شما دوستان عزیز. برنامه نوبتی ترانسفر در عمل را با فراگیری جالبترین گزارش ها از عالم فوتبال بزرگ منظورتان میکنیم. نخست باید گفت که بازیگر نوبتی باشگاه فوتبال اورتون پس از دعوت اندرس تاونسند سابق فوتبالباز برمینگهم سیتی و لستر سیتی دمارای گری از بایر بر عوض 1.6 فوند استرلینگ با شرطنامه 3 ساله و امکان تمدید کنی به 1 سال دیگر عملی شده. جانب ایریسا باشد درباره جزئیات دیگر این ترانسفر اخبارات ندادند. طبق اطلاع سکای اسپورتس باشد چطور گفتیم برای این بازیگر 25 ساله 1.6 میلیون فوند استرلینگ مصرف شده است. وسط اورتون لیورپول همچنین سابق دروازه‌بان چلسی اسمیر بیگوویچ گزارش کرد و با احتمالات زیاد میتوان گفت که این بوسنیایی نفر دومی پس از جردن پیکفورد خواهد بود. مرسیسایدیا با این دروازه‌بان 34 ساله شرطنامه با نقشه 1+1 بسته نموده. تیم آخری بیگوویچ باشد بورنموث از چمپیونشیپ بود. همچنین دیگر این دروازه‌بان وقتی برآمد در صف تیم‌های میلان، چلسی و استوک سیتی معروف است. از پرعلم‌ترین مهاجرت سرخیو راموس دستان به سمت پاریژ اگر بارها گفتیم این نوبت باید اعلام نمود که ریال مادرید رسما دیوید آلابا به جای راموس به پول آمده را معرفی نمود و با شرفانه برایش رقمی سابق 4 راموس را تقدیم نمود. وظیفه اولیه برای آلابا البته که پرکنی آن خالگی‌های پس از راموس پیدا شده می باشد و در مسیر 6 ماه قبل از اعلان شوی شرطنامه دیوید آلابا با جانب بلانکاس همگان فقط در خصوص بازی اونیورسالی داشتن آلابا اوسترالی نوشته می کردند. روشن‌تر کرده گیریم حمایتگر مرکزی دیوید آلابا که در یورو 2020 بر مقابل ایتالیا بازی قهرمانانه نشان داد همچنین در قسمت‌های چپ و راست خط دفاع نیز خوب بازی کردن می‌تواند. آلابا در سن 17 سالگی در آلمان آغاز مسند ورزشی نموده. ماز در سن 19 سالگی در سال 2012 در سانتیاگو برنابئو در نیمه نهایی لیگ قهرمان‌ها گل ارزشمند از پنالتی زده بود زمانی که راموس از پنالتی اشتباه کرد و آرزوی اروپایی ریال برابس رفته بود. همکنون 9 سال پس آلابا به برنابئو می آید تا آن خالگی‌های را پر نماید که پس از رفتن راموس دستان به میان آمد. دیوید آلابا خود بازیگر است دارای بازی تیزکارانه و جسماً تنومند با خصوصیت‌های دینامیکی و نگهداشت توپ، چیزی که عیناً برای ریال مادرید احیا شونده شرط و ضرور است. مسئولیت اصلی پیش گذاشته برای آلابا هم خود عوض‌کنی بهترین دفاعگر مرکزی عالم است. صفت‌های پیشوایی آلابا همچنین از آن را برای خواسته راموس در میدان کم نیست، چرا که ریال عین زمان احتیاج به چنین پیشوای قوی اراده دارد. در میونخن هم آلابا را چون بازیگر مقتدر دارای خصوصیت‌های عالی انفرادی توصیف نموده. با قول رومینیگ او نخستین نفر از زمان بکنباور بود که اداره کنی دسته را از قلب خط دفاع به گردن گرفته بود و از چنین شخصیت ارزشناک او برای باواریا شده بود. پیش آلابا در مادرید مسئولیت فوق‌العاده دشوار این نه تنها عوض کنی موقع راموس است بلکه همچنین بودن پیشوای مستقل و ارزنده تیم شانه است. از اجرای وظیفه‌ای که راموس با شرفانه می‌برآمد و در نهایت کار برایش یک شرطنامه استثناء 2 ساله هم فلوپرز ارزنده نشمرید. دسته اداره شونده از جانب مارسلو بیلسا ارژانتینی باشد لوئیس بیت 18 ساله را از چلسی بر عوض 1.5 میلیون فوند استرلینگ خریداری نمود و بیت هم با تیم از یورکشیر شرطنامه 3 ساله امضا نمود. لوئیس بیت به صف تیم لیدز 23 پیوسته. همچنین در شرطنامه بسته شده نوشته شده است که چلسی از برای شماره بازی‌های گذرانیده شده از جانب بیتس در پرمیر لیگ انگلیا لیورپول به دست می‌آورد. چلسی باشد از فروش من بعده بازیگر فایزهای معین به دست آورده از حق خریداری دوباره برخوردار نخواهد بود. تغییرات ترانسفری دیگر جهان پرمیر لیگ انگلیا این گزارش دروازه‌بان منتخب ویلز وین خنسی به صف بیارلی می باشد. بیارلی در خصوص گزارش خنسی به صف خیش چون فوتبالباز آزاد اعلان نموده دسته با دروازه‌بان 34 ساله شرطنامه از روی نقشه 2+1 امضا نموده است. یادداشت می‌کنیم که وین خنسی 7 موسم اخیر در صف پیلس برآمد نموده در صف منتخب ویلز باشد 96 مرتبه وارد میدان شده است.
کوهکن‌های شختیار هم به خاطر بازگردانیدن عنوان قهرمانی در وطن و بهبود بخشیدن صفت برآمدشان در عرصه اروپایی یکی از پس دیگر تغییرات‌های کادری انجام داده. بعد دعوت لاسینا تراوره این نوبت بر عوض 6 میلیون یورو حمایتگر منتخب تا 17 ساله برزیلیا وینیسیوس توبیاس را خریداری نمودند. بازیگر 17 ساله منتخب جوانان برزیلیا به صف تیم دانتسکی ماه فوریه سال 2022 می‌پیوندد. لازم به یادآوری است که توبیاس دستپرور اینترنشنال بوده. طبق معلومات برونو اندراده از اوال اسپورت، شختیار از برای گزارش توبیاس 4.5 میلیون یورو فوری پرداخت نموده. 1.5 میلیون دیگر در ماه فوریه سال 2020 خواهد گذراند. همچنین دیگر دسته از پورتو الگری صاحب ایلوه پولی ها خواهد شد. وقتی که بازیگر نالازم شدن میگیرد، دسته ها پس از اجاره پیوسته هر موسم با امید خلاص شوی از نفران نادرکار فوتبال بازان را با حق خریداری و مبلغی نه چندان زیاد به هر طرف فرستادن میگیرند و دسته سابق کانته هم نسبت بازیگر برزیلی چنین اصول را استفاده برد. اینتر قهرمان در ایتالیا دالبرگ را به اجاره به کالیاری روانه نمود و دسته از سردینیا امکان دارد که دالبرگ را خریداری نماید. بازیگر 27 ساله همین طریق میتواند پس از انجام شرطنامه از جانب کالیاری خریداری شده. پیشتر خبر داده میشد که این مبلغ 7 میلیون یورو را تشکیل میدهد. 2 موسم اخیر باشد این حمایتگر در اجاره در تیم‌های رن و فیورنتینا بود. از نادرکاری برخی از بازیگران برای ابردسته ها که گفتیم در شهر لیورپول با همین ترتیب از حمله‌ور تایو اوانی خلاص شدند که برای عوض 7.5 میلیون یورو به اونیون برلین گزارش انجام داد. اوانی ماز در همین تیم در اجاره بود. پیشتر باشد لیورپول این بازیگر را به تیم‌های ماینس آلمان، نکی نیدرلند و موسکرون و گند بلژیوی به اجاره روان کرده بود. سلتیک شاتلندی باشد در نوبت خود به برنتفورد اخیراً با شرفانه به پرمیر لیگ انگلیس آمده حمایتگر منتخب نروژ کریستوفر آیر را برای عوض 13.5 میلیون پوند فروخت. کریستوفر آیر با همین سلتیک را پس از 4 موسم ترک نموده با جانب برنتفورد باشد شرطنامه 5 ساله نوشته کرد. گزارش کریستوفر اولسون باشد از کراسنودار به اندرلخت چون ریختن برفتوده بالای سر در این روزهای گرم تابستانی بوده. در این باره خود خدمات مطبوعاتی برزگاوان اطلاع داده بود. فوتبالباز شوئدی الکی با جانب بلژیوی شرطنامه تا سال 2025 امضا نمود. برایم فوتبال معقول است و کلی چیز را برای غلبه میکنم. اندرلخت تاریخ نویسی میکند و من میخواهم که قسمتی آن باشم. این حمایتگر منتخب شوئدیا در صف جنوبی 80 بازی گذرانده 4 گل و 6 پاس گل‌آور در آمار دارد. هرچند که اولسون از خود نتیجه بی‌نظیر و بازی چشمرس نشان نداده باشد ولی با مرور زمان صفت بازی شوئدی بهتر شدن می‌گرفت. اولسون سال 2017 از آیک از ارزش واقعیش طبق سامانه ترانسمارکت آن وقت 1.5 میلیون یورو 3 مراتب زیادتر خریداری شده بود. هرچند که در خصوص ارزش فروش اولسون به اندرلخت گفته نشده است ولیکن رسانه‌ها میگویند که بازیگر 26 ساله برای عوض 4.5 میلیون یورو به اندرلخت رفته است. سابق حمله‌ور والنسیا و یک زمان عضو دسته منتخب فرانسه کوین گامیرا باشد پس از 13 سال برگشت به استراسبوری وطن نمود و تیم فرانسوی هم از گزارش با افتخار این حمله‌ور رسما اعلان کرد. قابل قید است که گامیرا در صف الزاسی‌ها از سال 2005 تا سال 2008 برآمد نموده. عین زمان این بازیگر 34 ساله با نماینده لیگ یکم فرانسه شرطنامه 2 ساله به امضا رسانید. باشگاه اخیر گامیرا باشد والنس اسپانی بود که از آن فرانسوی تابستان جاری چون فوتبالباز آزاد بیرون شده بود. همچنین کوین گامیرا در صف تیم‌های اتلتیکو، سویلیا و پسژ نیز برآمد کرده است. در میان خستنی خبرها سر آینده نامعین جاردن هندرسون در لیورپول البته به آن میرساند که فضای آرامی دستوی مرسیسایدهای باوقار هم به لرزش می آید. اما از جانب دیگر خود لیورپول میداند که آنها به شماره زیادی بازیگران یک باره سالخورده شدن در یک تیم اجازه داده نمیتوانند و هیئت را باید که جوانتر نمود. اندیشه ها در خصوص آنکه از برای نگهداشت سروان ارزشمند در انفیلد پس از انجام شرطنامه فعلیش در سال 2023 لیورپول زمین آسمان را چپگردان میکرد الکی نه به همه جانبداران این تیم
پسند است. محض از برای همین عامل خریداران احتمالی در سیمای PSG و اتلتیکو را هشدار داده است که هندرسون 31 ساله را تگی چشم کنند. برای قسمتی بیشتر چنین کار به احترامی نسبت هندرسون خواهد بود. نفری وفاداری که سال 2019 در لیگ قهرمان‌ها پیروز شد و در نخستین قهرمانی ارزشمند پرمیر لیگ انگلیا در 30 سال سهمی خاصه گذاشت و گفت چنین طایفه باید که به هندرسون عموماً کاردار نشوند و بگذار او آسوده در تیم بماند. اما بالا رفتن سن سال و جراحت‌های هندرسون از عامل‌های کلیدی در برآوردن چنین قرار بوده. الکی بهترین بازیگران لیورپول در سیمای آلیسون، فابینیو، ویرجیل وان دایک و اندرو رابرتسون ارزنده شرطنامه‌های نو می‌شوند. در خصوص گزارش‌های نو اگر بگوییم این پنجمین روزنه ترانسفری از پیروزی سرخ‌ها در لیگ قهرمان‌ها است و تنها دیوگو ژاتا و تییاگو را از بازیگران نوی هستند که در هیئت اساسی جای می‌گیرند. همچنین ابراهیم کناته در همین تابستان با عوض 35 میلیون یورو از RB لیپزیگ آمده و این روی خط همراه می‌شود. همچنین سگانه سرافری کلوب محمد صلاح، سادیو مانه و روبرتو فیرمینو هم تمدید شرطنامه می‌کنند. نوابسته به این سادیو مانه دومین بازیگر هیئت اساسی پس از هندرسون است که میتواند از دسته رود. سروان لیورپول باشد پس از برآمدن سخنها عاید تمدید ناشوی شرطنامه به ارسنال ممکن گذرد. میرار بران است که بازیگر نمیتواند در خصوص تمدید کنی شرطنامه به موافقه رسد. عین حال توپچیان فعالانه در جستجوی نیم حمایتگر بوده. در روی خط کوتاه آنها لکاتلی، آوار و هندرسون میباشند. هرچند که در این مورد چیزی گفتن دشوار است ولی ممکن هندرسون هم به مثال راموس در آخر شرطنامه ترک تیم محبوب با دل نافارم کند. این بود برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.